تا حالا خورشید رو به این شکل دیدین؟ مثلا یه روز از خواب بیدار میشین، میبینید نور شدیدی همه جا رو گرفته، به طوری که چشمتون رو نمیتونید پشت عینک هم باز کنید. تا حالا خورشید رو به این شکل دیدین؟ نه، ندیدین، چون این خورشید ما نیست. این بزرگترین ستاره کشف شده کائناته، یووای اسکوتی، که در کلاس رد سوپر جاینت ستار ها قرار داره، که به فارسی میشه ابرقول سرخ. یک ابرقول سرخ از لحاظ حجم بزرگترینه، اما از لحاظ نور پرنورترین نیستند. تو این عکس اگر نگاه کنید، یووای اسکوتی رو به شکل پرنورترین ستاره میبینین، اما اون پرنورترین نیست. به خاطر حجم بزرگشه که داره پرنورتر نشون میده. اگر بخواین حجم یووای اسکوتی رو مقایسه کنید، باید بگیم که اون 5 میلیارد برابر خورشید حجمشه. اگر یووای اسکوتی رو با خورشید مقایسه کنی و در کنار هم ببینیشون، به این شکله و این نقطه خورشید ماست. و اگر بخوایم یووای اسکوتی رو کامل در کنار خورشید نشون بدیم، خورشید دیگه دیده نمیشه. یووای اسکوتی توی کهکشان خودمون قرار داره. اون یکی از ستاره های راه شیریه، منتها 5219 سال نوری با ما فاصله داره. نشون دادن بزرگی این ستاره به راحتی امکان نداره، چون اگر کره زمین رو به اندازه یک توپ 20 سانتی متری حساب کنید، مشتری میشه یک توپ 2 متر و 10 سانتی متری، خورشید میشه یک توپ با قطر 22 متر و یووای اسکوتی به اندازه توپی میشه که 38 کیلومتر قطرشه. اگر یک وسیله‌ای داشته باشی که سرعت نور داشته باشه، میتونید در عرض 14.5 ثانیه یه دور خورشید بزنی. اما اگر با همون وسیلت بخوای بری دور یووای اسکوتی بزنی، 7 ساعت با سرعت نور طول میکشه. سیاره‌های زیادی هستن که دور یووای اسکوتی میچرخن. حالا ما اینو میذاریم به جای خورشید خودمون. فکر میکنیم منظومه خورشیدی دور این داره میچرخه. اگر بگیم این ستاره یک غول بیشاخ و دمه، داریم دست کم میگیریمش. این بزرگترین چیزیه که تا به حال انسان پیدا کرده. یک مثال دیگه بزنم که اگر بخوای با یک هواپیمای 747 یه دور یووای اسکوتی بزنی، گازش هم تا آخر بگیری، 1200 سال طول میکشه. فکر کنم داریم عظمتشو میفهمیم. حالا اگر این بیاد جای خورشید، اصلا تو منظومه خورشیدی ما جا میگیره؟ اگر یووای اسکوتی جای خورشید ما قرار بگیره، حجمش تا مشتری رو میبلعه و نزدیک زحل یا همون کیوان وای میسه. خورشید که در این صورت از بین رفته، زمینمون هم که پخته شده رفته. حالا اگر کره زمین رو بذاریم به جای زحل، چه اتفاقی میفته؟ زمین به جهنم تبدیل میشه و میشه کلاً یک کره مذاب. اگر بخوایم روی زمین زندگی کنیم و یووای اسکوتی ستارمون باشه، بایستی 1.5 تریلیون کیلومتر ازش فاصله داشته باشیم. در این فاصله اگر قرار داشته باشیم، هر دوری که زمین بخواد دور این ستاره بزنه 10,000 سال طول میکشه. یعنی در اون وقت یک سال کره زمین 10,000 سال طول میکشه. هر فصل روی زمین 2500 سال طول میکشه. یعنی اگر تاریخ 2500 ساله ایران رو حساب کنید، تو یه فصل اتفاق افتاده. اگر تو زمستون به دنیا اومده باشی، تو همون زمستون هم میمیری و فقط درباره فصلهای دیگه میتونی در کتاب‌ها بخونی. اگر همه چی رو زمین وجود داشته باشه، یعنی جوش مثل همین الان باشه و زندگی روش جریان داشته باشه، بایستی همه با لباسهای ضد تشعشع بیان بیرون. چون یووای اسکوتی یک رد سوپر جاینت یا ابرقول سرخه.
ستاره ها وقتی ابرقول میشن که نزدیک مردنشونه و در این صورت تشعشعات خیلی بیشتری دارن. وقتی میگیم نزدیک مردنشونه فکر نکنید 2-3 سال دیگه میمیرن. وقتی نزدیک مردن میشن هنوز میلیون ها سال عمرشون باقی مونده. یک ابرقول سرخ وقتی میمیره منفجر میشه که به اون انفجار میگن سوپرنووا یا ابرنواختر و چون یووای اسکوتی بزرگترین رد سوپر جاینته، سوپرنووای اون یا ابرنواخترش 100 برابر غول سرخهای دیگه. سوپرنووا یا ابرنواختر بزرگترین انفجارهای دنیاست، اما مردن یووای اسکوتی با همه فرق داره، چون بزرگترین انفجاری که در کائنات اتفاق افتاده ایجاد میشه. این کهکشان نگاه کنید، پر از ستاره است. ستاره هایی که کوچکتریناش هزاران برابر خورشید حجمشونه. اما در مقابل همه این ستاره های غول‌پیکر نگاه کنید به یووای اسکوتی. عظمت دیوانه کننده یک ستاره رو ببینید. یک انسان وقتی به این نگاه کنه از کوچیکی خودش و زمینش خجالت میکشه. ستاره های غول‌پیکر زیادی کشف شده ولی هیچ کدوم از اونا ثابت نشده که از یووای اسکوتی بزرگترن. برای همین بزرگترین حجم کشف شده توسط بشر یووای اسکوتیه. اما انفجار این ابرقول از روی زمین قابل دیدنه و به راحتی میشه اونو تماشا کرد. اما به عمر ما قد نمیده، چون تصاویر اون 5000 سال تو راهه تا به ما برسه. شاید هم ابرنواختر شده و ما هنوز بیخبریم، چون تصاویری که ما میبینیم مربوط به 5000 سال پیشه و اولین باری که بشر این ستاره رو دیده سال 1860 بوده که ستاره شناسان آلمانی اونو کشف کردن. 160 سال از اون گذشته که در مقابل عمر اون ستاره و فاصلش از ما هیچیه. اگر بخواین یووای اسکوتی رو ببینین در دسترسه. یه شب که هوا صافه باید برین بیرون، با چشم غیر مسلح نه، ولی با یه دوربین معمولی چشمی میتونید اونو به راحتی ببینید. به تلسکوپ هم احتیاج ندارید. به قدری نورش به نسبت فاصلش زیاده که دیدنش هیچ مشکلی نداره. ولی یادتون باشه شما دارید 5000 سال پیش رو میبینید.